سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزان. F-22 رپتور جنگنده تاکتیکی نسل پنجم تک سرنشین دو موتوره و رادارگریز ساخت شرکت‌های لاکهید و بوئینگ است که برای نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا توسعه داده شده است. جنگنده F-22 یکی از گرانترین، پیشرفته‌ترین و توانمندترین جنگنده‌هایی است که تا به امروز تولید شده است. با توجه به برنامه جنگنده تاکتیکی پیشرفته نیروی هوایی آمریکا، F-22 در درجه اول به عنوان یک جنگنده برتری هوایی طراحی شد. اما این جنگنده دارای قابلیت‌های هواگرد تهاجمی، جنگ الکترونیک و شنود الکترونیک نیز هست. ساخت بیشتر بخش‌های بدنه، سامانه سلاح‌ها و انجام مونتاژ نهایی بر عهده پیمانکار اصلی پروژه لاکهید مارتین بود و بوئینگ هم وظیفه ساخت بالها، بدنه پشتی، بخش‌های اویونیک و سامانه آموزشی را بر عهده داشت. پیش از آغاز به کار رسمی F-22 در دسامبر 2005 با نام F-22A این هواگرد با نام‌های F-22 و FA-22 شناخته می‌شد. پس از دوره توسعه طولانی مدت و با وجود مشکلات عملیاتی، نیروی هوایی ایالات متحده قدرت هوایی تاکتیکی این هواگرد را جزء مهمی از قدرت تاکتیکی هوایی این نیرو توصیف کرد. بیانیه نیروی هوایی بیان می‌کرد F-22 با تمام جنگنده‌های پیشین متفاوت است و قابلیت‌های رادارگریزی، عملکرد آیرودینامیک و آگاهی موقعیتی آن کارایی بی‌سابقه به این جنگنده داده است. نیروی هوایی آمریکا قصد داشت به صورت رسمی 750 جنگنده تاکتیکی پیشرفته خریداری کند. در سال 2009 میلادی این برنامه به دلیل هزینه بالای تولید، نبود ماموریت‌های هوا به هوای مشخص که به دلیل تأخیر در برنامه تولید جنگنده‌های روسی و چینی به وجود آمد، ممنوعیت صادرات و توسعه جنگنده چند منظوره F-35 به خرید 187 جنگنده عملیاتی محدود شد. آخرین F-22 تولیدی در سال 2012 تحویل نیروی هوایی آمریکا شد. به گزارش نشنال اینترست، کمبود فضای کافی برای حمل موشک باعث شد تا F-22 از خط تولید کنار گذاشته شود و این گونه نتیجه گرفتند که این ایراد که در ساختار بدنه F-22 وجود دارد قابل برطرف شدن نخواهد بود. شرکت لاکهید مارتین به منظور جلوگیری از ضرر دادن و همچنین تامین بودجه برای پروژه های آینده خود در نظر دارد که نسخه صادراتی F-22 را نیز تولید کند. در دسامبر 2005 نیروی هوایی اعلام کرد که F-22 با موفقیت از پس قابلیت‌های اولیه عملیاتی برآمده است. در جریان رزمایش لبه شمالی در آلاسکا در ژوئن 2006 12 F-22 از اسکادران 94 توانستند بدون تلفات 108 دشمن فرضی را نابود کنند. در رزمایش پرچم قرمز در فوریه 2007 14 F-22 از اسکادران 94 حمایت از دیگر نیروهای آبی پشتیبانی هوایی نزدیکی را فراهم کردند. در نبرد با نیروی قرمز که متشکل از F-15 و F-16 بود، 8-6 F-22 پیروز هوایی را به دست آورد و نظارت الکترونیکی هوایی را فراهم آوردند. هیچ کدام از جنگنده ها به دلیل تعمیرات یا دیگر خرابی ها مجبور به بازگشت نشد و فقط یک F-22 در برابر نیروهای شکست خورده دشمن گم شده در نظر گرفته شد. F-22 در دسامبر 2007 قابلیت عملیاتی کامل را پیدا کرد. این وضعیت به دنبال اعلام رسمی ژنرال جان کورلی از فرماندهی نبرد هوایی اعلام شد. او بیان داشت که چندین F-22 در سه نیروی مختلف ایالات متحده کاملا عملیاتی هستند.